کلاینتی امروز به ما مراجعه کردن با شکایت از درد شانه و گرفتگی کتف. یکی از راه‌های درمان براشون تزریق بوتاکس هستش که الان می‌خوایم براشون تزریق بکنیم و یکی از روش‌های درمانی دیگه استفاده از دستگاه میکروکارنت هست. با استفاده از دستگاه میکروکارنت در لاین اسکینکر مراقبت تا درمان میشه روی این عضلات کار کرد و رفع گرفتگی نمود. یکی از راهکارهای درمان میگرن تزریق بوتاکس هستش به واسطه شلی عضلانی که ایجاد میکنه باعث رفع میگرن میشه. بسته به اینکه کلاینت میگرن و درد رو از کدوم قسمت احساس میکنه ما تزریقاتمون رو همون ناحیه انجام میدیم. ممکنه که روی پیشانی باشه، روی سر باشه و حتی ناحیه گردن و شانه ها که برای این کلاینتمون چون درد توی ناحیه شانه ها داشتن و پشت گردنشون این تزریقات رو توی اون منطقه انجام میدیم.